این کودکان را گرمای سخت بر رودخانه انداخته است. آبی آن از دریای پنج می آید و سرد است. قاعده های آببازی را در چنین مکان ها منع می کنند. اما ساکنان میگویند که در این گرمای 55 درجه به آببازی نمی شود. حالا کارمندان پلیس هر روز به نزد کلو دریاها رفته ساکنان را از آب بیرون میکنند. این کار خود را آنها عملیات نجات مینامند. در یک هفته اخیر کمیته حالتهای فوق‌العاده 6 مورد غرق شوی را ثبت کرده است. طرفی همون کلانسالان یک نفر در بالای سرشان باشد، چون که ما بسیار مشاهده می‌نماییم بسیارتر غرق شوی در از حساب کودکان و نوجوانان به نظر گرفته می‌شود که اکثریت آنها خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی میباشد. مرگ و میر در آب در نیم سال گذشته به گفته ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان به 50 عدد میرسد. بیشتری آنها نابالغانند. از 1 تا 3 ساله 19 نفر، از 4 تا 6 ساله 4 نفر، از 7 تا 14 ساله 11 نفر، از 15 تا 18 ساله 6 نفر، جوانان 5 نفر، کلانسالان 4 نفر بودند. در ریاست امور داخلی ولایت ختلان گفتند سبب اساسی آببازی در مکان‌های ممنوع است. همچنین ساکنان نه در ساعت‌های مناسب برای آببازی، یعنی از ساعت 8 تا 10 سحر و پس از 5 بیگاه، بلکه در تفسیح هوا به آب می‌درویند. اطاعت نکردن به این طلبات احتمال سبب افزایش مرگ و میر در رود و نهرها شود.